اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، مثل پیشتر دوام میدهیم درس تفسیر رو و دوام سوره طلاق است. در درس گذشته 5 آیات سوره طلاق رو گفتیم و مهمترین مسئله ها رو در این باب گفته گذاشتیم. الله نصیب کرده باشد امروز این سوره رو به آخر میرسانیم و میبینید که باز چقدر گفته های دیگری پروردگار هست درباره طلاق و درباره زن و شوهر که ما تماما از آن بیخبر هستیم و در عمل عموما تقریبا وجود ندارد. سبحان الله، نه در عائله های دیندار نه در عائله های بیدین، در عمل مسئله هایی که پروردگار به ما گفته است که همین طور عمل کنه تقریبا وجود ندارد که الان میبینید الله چی میگوید و مایان چی میکنه. در آیت 6 سوره طلاق الله میگوید اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الله میگوید وقتی زنها رو طلاق دادید، یعنی طلاق یکم و یا دوم، در وقت عدهشون آنها را در جایی که زندگی میکنید و شرایط دارید جای بدهید. در کجا زندگی میکنید؟ در نزد تو او زندگی کند. در کجا تو زندگی میکنید در همانجا او باید زندگی کند. در یک خانه زندگی نمیکنید برای اینکه تو طلاق گفتی و از او جدا شدنی هستی و انتظار عده هستید، اما در نزد جای پیدا میکنید که بعضی علما میگویند در نزد دیوارت یک خانه‌چه خاکین بساز، اگر یک در فقط خانه داری، یعنی علاج کن، شرایط داشته باشی، زندگی خوب داشته باشی، در کنار قصرت در قصر جای بده، نه خانه خیلی خاکسارانه داری و کم بغلانه داری. من حیث من وجدکم میگوید الله، من حیث سکنتم من وجدکم، یعنی به شرایطتان نگاه کرده، به شرایطتان نگاه کرده شما آنها را جای بدهید. یعنی بای باشید، اگر پولدار باشید در خانه هایی که خوشرو هست خودتون زندگی میکنید. قم بغل باشه در جایی که قم بغلانه خودتون زندگی میکنید. در کجا زندگی میکنید؟ در همونجا به زنت جای بده. زنی که تو طلاق دادی، زنی که طلاق نداده، خوی نخو در خانه تو زندگی میکنند، مگر اتفاق کرده باشه تو زن گفته باشه من در خانه خودم زندگی میکنم، شما هم بیایید، این دیگر مسئله. اما بعد از طلاق هم الله چی میگوید؟ به شرایطت نگاه کرده در کجای زندگی میکنی یا به کدام خانه تو حالت مالیت میرسد، در آنجا زند را جای بده. و این را در نزد جمهور علما میگویند این طلاق یکم و دوم. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه طلاق زن قدرش با بالا و بالاتر است. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن سیوم طلاق باشد هم به زن جای بده. 3 ماه یعنی در مدت عده اش جای بده، در همون خانه خودت بیستد و اون نفقه کن، یعنی از زندگی پولیش رو، خرج زندگیش رو ده. بعد از 3 ماه آزاد است میرود و شوهر میکند. این 3 ماه که به خاطر تو که در عده طلاق تو هست او شوهر کرده نمیتواند، تو باید حتی 3 طلاق داده باشیم در خانه تو استد. اما در این باره حدیث فاطمه بنت قیس است که حدیث در صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی شوهرشون 3 طلاق میدهند میگن زنی که 3 طلاق شده است برای اون نه نفقه هست نه سکنا، یعنی نه جایز است و نه نفقه است. که ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن حضرت عمر قضاوت کرده بودن حتی به طلاق 3 به خاطر یک همین حدیث، یعنی حدیث این یک زن رو گرفته ما آیت رو ترک نمیکنیم. گویان حضرت عمر یک مرد اگر زنش رو 3 بار طلاق دهد هم میگفتن تو عدهش گذشتن، اگر چه هر دو شما با هم دیگر کلا نامحرمید، تو او را با جای زیست مهیا میکنی و 3 ماه زندگیش رو خرجش رو به گردن میگیری. طلاق یکم و دوم که اتفاقی از خواهران عزیز که مرد چیکار میکند؟ هم به جای زیست و هم خرج زن رو به گردن میگیرد. در دوامش الله میگوید ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، و به زنها ضرر نرسانید تا که آنها را به تنگ آورید، دنیا برایشان تنگ شود، زندگی برایشان تنگ شود. تو را طلاق را دادم از خانه من برو، تو را طلاق را دادم من به تو چیزی نمیخرم، به تو یگان تین نمیدیم، این کارو نکنید. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن بدترین ضرر این است که به زنت تو پول ندهی، برای همین طلاق داده باشیم تا عدهش گذشتن به او پول بده. یعنی
خرج روزگارش رو بده، برای شرایطش مهیا شدن به یک تیم پول رو نگذار، نه، و او پول بده تا ایدهش تمام شدن. که پول ندادی تو چیکار میکنی؟ به او ضرر میرسانی که الله میگوید ولا تضاروهن، ضرر نرسانید به زنهای طلاق دادهتان. پروردگار امر میکند که ای مردها، زن رو طلاق داده ضررش نرسانید، در خانهتون احترامش کنید، جای بدهید. بعد از ایدهش گذشتن به سلامت برود از پی زندگیش، شما هم از پی زندگیتون. و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. اگر هم زن حامله باشد چی؟ ما گفتیم در نزد تمام علما در وقت حمل، حاملگی، طلاق داده طلاق واقع می شود و مرد گناهکار هم نمی شود. در وقت حاملگی طلاق دادن گناه نیست. خواهران عزیز، خیلی که در درس پیشتر گفتم اگرچه یک نامردی هست در این حالت زن را طلاق دادن، اما گناه نیست. و الله میگوید اگر تو زنی حامله را طلاق دادی و تقریبا به اتفاق علما طلاق حتی سیوم باشد، حتی سیوم بار طلاق داده باشی که دیگر بعد از این شما اصلا یک جا شده نمیتوانید، تا تولد کردن تو به زنت نفقه میکنی، به زنت تمام خرج زندگیش رو به گردنت میگیری تا تولد کردن زنت، به خاطر اون که کودک تو در شکم او هست و به او جای زیست میدهی و به او جای زیست میدی. بعد از این هم گفتی فرزندانم رو تو کلان کن و فرزند رو نگرفتی و به او دادی. البته که به فرزندانت تو باید با فرزندان خود رو با جای زیستش مهیا کنی. فرزندان خود را با جای زیست و با شرایط، تمام نفقه فرزندان به گردن پدر است. و چی میگوید الله؟ زنی حامله رو شما اگر طلاق دادید تا تولد کردنش، اگرچه طلاق سیوم باشد، شما به او جای زیست مهیا میکنید و نفقهش رو مهیا میکنید همین چیز هست خواهران عزیز. زن را طلاق دادن در حاملگیش، او طلاق هست گفته تو نمیپرسن، حتی فرزندش رو هم نمیپرسن. یعنی تو اندازه بیرحمی هست. من میگویم بسیار شکایت میکنیم چرا اونهایی که در بالای سر ما هستن بیرحم هستن، اما ببینید ما خودمون چقدر بیرحم هستیم. یک زنی مسلمانی حجاب دار، یک زن خواهر نمازخوان، پسرش زنش را طلاق میدهد، زن حامله را نمیگوید که پسرم. الله میگوید در وقت حاملگی او زن در همین خانه باید باشد. زندگی اون زن را کلا تمام پول خرج تولد کودک را تو بگردن گیری. از الله بترس. این رو میگوید برود پدر و مادرش دختر بی تربیه‌اش را چیکار کند. این گونه چیز رو میشنوید. یعنی سبحان الله بیرحمی در جامعه اینقدر هست نسبت عروسکایی که طلاق میگیرن یا زنهایی که طلاق میگیرن. الله چی میگوید؟ دوچ خیلی گفتم مویان چی میکنیم. در دوامش الله میگوید فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. بعد از طلاق دادن اگر کودک شیرخواره داشته باشد زنهای شما یا حامله بود و تولد کرد، تو پول شیر رو به زنت میدهی. یعنی به زنت میگویی، به همون همسر طلاق دادت، به زنی مطلقه که برای به کودک شیر دادن من همین مقدار به تو پول میدهم و زن هم حق دارد بگوید من به کودک شیر میدهم و پول میگیرم. اگر زن و مرد در جا زندگی میکنن میدوند که مادر برای شیر دادگیش اصلا پول نمیگیرد، اما بعد از طلاق مادر حق دارد که بگوید من به شیر میدادگیم پول میگیرم. و الله میگه و اعتمروا بینکم بمعروف، اما بین هم با خوبی مراسم کنید. یعنی مناسبت خوب داشته باشه. گشته و برگشته در باب طلاق الله همین موضوع را ذکر میکند و اعتمروا بینکم بمعروف ولا تنسوا الفضل بینکم. یعنی خوبی رو فراموش نکنید. چرا؟ چون در وقت طلاق ما همه خوبی ها رو فراموش میکنیم. در وقت طلاق ما که تمام خوبی های همدیگر رو فراموش میکنیم. الله گشته و برگشته در کتابش میگوید خوبی های همدیگر رو فراموش نکنید. یعنی ایزه به خاطر ضرر رساندنت به شوهر من به کودک شیر نمیدهم، گویان پول زیاد طلب نکن، که الحمدلله در تاجیک ها این چیز نیست. مادر تاجیک به خاطر شیر میدادش اصلا پول طلب نمیکند، مگر اینکه به جای برای مثلا خوردن و پوشیدن کودکش پول طلب میکند که این حق حلالش است. و شما هم ای مردها من یگانتی نمیدی هم نه قدر زنی که به کودک تو شیر داده ایستاده است و هیچ چیز مثل شیر مادر غذای مفید نیست، قدر او را بدانید، به هم دیگر خوب بکنید. بعد از طلاق الله میگه به هم دیگر خوب بکنید، بعد از طلاق هم به هم دیگر خوب بکنید. و این تعاصرتم فسترضع له اخرى. اگر زنی بدبخت برآمد و گفت نه من پول زیاد میگیرم
یا من عموما شیر نمیدهم به این کودک. اما همین زنها هستن، آره، زنهایی که فقط به خاطر ضرر رسانیدن به خویش و تبار شوهر به کودک شیر نمیدهند. میگویند بگیرند بگذار کودک گریه کند عذاب کشند، اما کودک تو زیادتر اذیت میشود. تو کودکت رو، تو از کودکت انتقام میگیری، تو عذاب رو بالای کودکت میآوری، نه به خانواده شوهر. الله میگه اگر خیلی در این مسئله عذاب کشیدید، زن گفت من شیر نمیدهم یا مرد گفت پولی که تو میگویی من نمیدهم، در این وقت زنی دیگر شیر بدهد. یعنی زنی دیگر رو هم شما میتوانید کرا کنید که به کودکتان شیر دهد. در دوامش الله میگوید لینفق ذو سعة من سعته، لینفق ذو سعة من سعته. هر یک مرد به شرایط خودش نگاه کرده به زن و فرزندانش نفقه کند. این قانون الله هست. قانون الله هست چقدر با عدل. نگاه کنید در قانون های دنیوی دموکراتی یا در قانون های زمینی که انسان ها قانون می نویسند برای مردم، مثلا در تاجیکستان ما چی است؟ هر یک مرد 400 سومون یا 200 سومون نمیدونم، یعنی یک مقدار بعد از طلاق مرد به کودکش الیمنت میدهد، آره، پول میدهد به کودکش. 400 سومون پیشتر 250 سومون بود. همه مردها فرق ندارد، اون مرد وزیر است، اون یک مردی کار است، اون یک معیوب بارکش است، او بیزنسمن است، فرق ندارد. همه مردها یک خیل در نزد قانون چی میدن؟ الیمنت میدن که اون الیمنت هم مقدارش 400 سومون یا 200 سومون نمیدونم حاضر چند پول است. در بعضی کشورهای اروپا و غرب هم عیناً همین گونه یک مقدار پول را گفتند که بعد از طلاق مرد باید به زن یا فرزنداش بدهد. فرق نمی کند اون مرد کی هست، بای است کم بغل است، همون پول برای همه برابر است. اما چقدر ظلم است. میلیاردری هست که از اینم زیاد پول داده میتواند، یا یک بیچاره بی پولی هست که اون پول رو هم داده نمیتواند. برای همین امام شافعی میگویند الله قانون گذاشت که بعد از طلاق به فرزندانت به شرایطت نگاه کرده نفقه کن و قاضی باید حالت مرد را ببیند. اگر قاضی دید که مرد پول دار است، پول زیادتر به گردن مرد میماند که هر ماه به فرزندانت میدهی. اگر مرد کم بغل است به شرایطش نگاه کرده میماند. قاضی حق ندارد که برای همه یک خیل پول بماند، چون الله چی میگوید لینفق ذو سعة من سعته. هر کس به شرایط خودش نگاه کرده نفقه کند. نفقه چی است؟ خرج فرزندانش را بدهد، خرج همسرش را بدهد. این نیست که با یا کم بغل در نزد قانون برابرن. این قانون های وضعی یا قانون های زمینی و دموکراتی هست که به جای رحم به مردم برعکس ظلم به مردم است. چه خیلی گفتم، یک میلیاردری که درآمدش میلیارد است برابر یک مرد کار یا یک شفیاری عادی نباید باشد. این باید زیادتر خرج کند به فرزندانش، این باید خانه های قیمتتر به فرزندانش خریده دهد، این باید مثلا به شرایط خودش نگاه کرده. الله در اینجا قانون مانده است که به کسی ظلم نمی شود. در دوامش میگوید و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اگر کسایی که رزقشان کم است، کسایی که شرایطشان پست است، به همون شرایط خود نگاه کرده به فرزندان خود نفقه کنند. ای پدر تو پولی کم داری و الله از حالت شاهد است و البته قاضی مسلمان حالت رو میبیند، به همون شرایط کمی پست نگاه کرده نفقه کن. یعنی تو برای تو فرض نیست که پول زیاد بدهی. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. پروردگار کسی را از چیزی که داده است بالاتر به چیزی مجبور نمی کند. به شرایطت نگاه کرده الله از تو طلب می کند یا الله به تو امر می کند که به فرزندانت نفقه کنی. به شرایطت نگاه کرده تو رو به چیزی مجبورت نمی کند که تو چیزی که نتوانی الله بگوید آن را بکن. سیجعل الله بعد عسر یسرا. بعدن الله مژده می‌دهد برای آنهایی که رزق کم دارند و کم بغلند که بدانید بعد از هر مشکلی سیجعل الله بعد عسر یسرا. الله آسانی میکند. یعنی بعد از هر مشکلی الله برای شما آسانی میآورد. فکر نکنید که شرایط شما یخل میماند. فکر نکنید که کم بغل همیشه کم بغل میماند. یک روز دست کم بغل هم بالا میشود. ندیدید در زندگی هم همیشه شاهد میشویم. یک یتیم بچه بود، پای لوچ و سر لوچ بود، اما یک روزی شد که خیلی مثلا با دستش همه چیز آمد، پولدار شد، پروردگار رزق او را وسیع کرد. یعنی در دنیا همیشه تو در یک حالت نمیمانی ای مسلمان.
پروردگار پس از مشکلی ها، پس از مصیبت ها برای تو آسانی می آورد. هرگز ناامید نباش که من همیشه کم بغلم، من همیشه بی پول هستم، من همیشه می میرم. هرگز از رحمت الله ناامید نباش. رزق تو یعنی مثل اجل تو می آید به دستت و حالت انسان یکسان همیشه نمی ماند. و همینجا خواهران عزیز با 7 آیت مسئله های طلاق را پروردگار به ما کاملا روشن می کند که زن حامله چیکار کند، مرد غمبغل چیکار کند و عدالت پروردگار را ببینید، مهربانی اسلام نسبت زن را ببینید که این همه فرموده های الله که به زن خوبی کنید، زن را به تنگ نآورید، به زن شرایطش را مهیا کنید، به زن طلاق شده، همش به زن طلاق شده. پس زنی که طلاق نیست قدر وی چقدر والا هست. به زن طلاق شده ای که در جای ما زن طلاق شده دیگر او انسان هم نیست، یک دشمنی اشدی تو هست که تو برای او فقط بدبختی میخواهی. پروردگار اینقدر امر میکند که به زن طلاق شده این گونه مناسبت کنید. پس زنی که در داخل خانه هست با او چگونه باید معامله کنی؟ مادامی که این همین چیزهایی که الله همینجا گفته ایستاده است، باور کنید به زن خانه‌اش اکثریت مردها انجام نمیدهد. به زنی در نکاحش بوده همین رو انجام نمیدهد. کجا رسد به زنی طلاق شده این گونه معامله کنند که این همه معنیش به تقواگی است. تقوا موندن فقط ریشداری نیست، تقوا موندن دو حدیث و آیت گفتن نیست، تقوا دار بودن عمل کردن به این آیت است. مثلا برادرایی هستند که زن رو طلاق دادن، اما بعد از طلاق چگونه که پروردگار بعد از طلاق امرت کرد همین گونه عمل کن، همون گونه که پروردگار امرت کرد همون گونه عمل کن. نشان بده که تو عملا چگونه فرموده های الله را انجام میدی، نه اینکه فقط در ظاهر و در کلمات ما به همه ظاهر کنیم که ما اهل دین هستیم. عیناً همین گونه زنها هم، خواهرانی که با حجاب هستند، خواهرانی که دست به قرآن هستند، خواهرانی که در معرکه ها از حج خود میگویند وقتی فرزندتان یک زنش را طلاق داد شما الگو باشید، شما بگویید که فرزندم پروردگار به زنی طلاق شده چگونه معامله کن، میگوید عیناً همین گونه معامله کن تا در نزد پروردگار گناهکار نشوی. اسلام فقط با نماز و روزه و زکات دادن و پوشیدن نیست، اسلام در کل زندگیت، در نکاحت، در طلاقت، در معامله با خویش و تبارت، معامله با کارگرهایت مناسبت را یاد میدهد که تو این عملها را انجام داده مسلمانی خود را ثابت میکنی. فقط با عبادت نه، با مناسبت با اهل بیتت، با مناسبت با اطرافیان تو اسلامت را نشان میده که میگویند عالم با گفته هایش نه، با کرده هایش عالم است، رئیس با ریاستش نه، با معاملهش با مردم رئیس است. یعنی یک نفر رئیس است تو کسی او را رئیس نمیشناسد، اما یک نفر آدمی عادی است و رئیس مردمان است، برای اینکه مردم از عملش او را بالای سری خود کردن. پس مسلمان هم با عمل کردن به این آیت ها مسلمانی خودش را باید نشان دهد. اما چه خیلی گفته ایستادم ببینید پس از طلاق چی میشه. حتی سوال میدهند من فرزند دارم 2 تا 3 تا 4 تا، شوهرم زنگ زند یعنی شوهری مرا طلاق کرده است، با او گپ زدن ممکن است یا نه؟ چرا دشمنی تو شد؟ تو با همه مردها مثلا در خرید و فروش در مسئله ها گپ میزنی، مهمترین مسئله درباره فرزندانت است، نامحرم است، اما در حدود شریعت درباره فرزندانت گپ زدن چی مشکل دارد؟ یا زنهایی که مثلا به یک مردی که زنش را طلاق داده است به شوهر میبرند، عموما راضی نیستند که شوهرشان به زن پیشترش صحبت کند، یعنی درباره فرزندش. چرا؟ اون زن واسطه است برای این مرد برای رسیدن به فرزندش. اینها هرچی باشد بینشان نکاح بود، هرچی باشد بینشان یک رشته پیوند دیگر فرزندشان است که دربارش باید مصلحت کنند، به مصلحتی هم دیگر درباره اون کودک، درباره آینده اون کودک. اینها چیکار کرده میتوانند که شما میآیید و این چیز رو با 3 طلاقش سلام داد، با 3 طلاقش گپ زد، با 3 طلاقش گپ‌های شهوانی که نمیزنه، درباره کودکش میپرسد که این رو کی میگوید من است، این رو کی میگوید عموما ممکن نیست. آیت 8 میگذاریم خواهران عزیز. الله میگوید و کأی من قریة عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. و چقدر از شهرهای بودن، از دهه‌های بودن، عموما مکانهای بودن که آنها عصیان کردند، گناه کردند، نافرمانی کردند به فرموده های پروردگارشان و پیامبرشان.
یعنی گفته های الله و گفته های پیامبر را آنها قبول نکردند، برعکس این عصیان کردند. فحسبناها حسابا شدیدا، و در همین دنیا از آنها ما حسابی سخت گرفتیم، در همین دنیا جزایشان را دادیم، مثل قوم نوح، مثل قوم موسی، مثل قوم صالح، مثل قوم لوط. و عذبناها عذابا نکرا، و باز هم در آخرت برای آنها عذاب شدید است. فذاقت وبال امرها و کان عاقبت امرها خسرا، و به خاطر آنکه نافرمانی کردند از الله و از پیامبرشان، آنها در همین دنیا جزای گناهشان را دیدند و در آخرت هم با جهنم برای آنها از این هم پستی و خسران است. نگاه کنید خواهران عزیز، مناسبت آیت را الله در 7 آیتی بالا درباره طلاق و طرز طلاق دادن و مناسبت زن و شوهر بعد از طلاق و در وقتی طلاق گپ میزند. بعد از این به شما میگوید که به یاد داشته باشید که آنهایی که امر الله و پیامبرشان را نکردند ما به آنها جزا داده بودیم. یعنی این فرموده های مرا شما عمل کنید، نباشید مثل آنهایی که وقتی الله به آنها در کتابش چیزی میگفت، پیامبرشان چیزی میگفت، آن را انجام نمیدادند. مثل آنها شما نباشید. این همه امرهایی که این همه فرموده هایی که من به شما در این کتابم الان گفتم به آن عمل کنید، وگرنه آنهایی که عمل نکردن الله چی میگوید؟ در همین دنیا ما جزایشان را دادیم. و جزا در دنیا چگونه است؟ جزا اعد الله، نگاه کنید، جزا در دنیا تا اینکه به آیت دیگر گذریم، گاهی به گرسنگی می شود، گاهی با غرق شدن می شود، بعضا هم می شود با زمین لرزه، بعضا هم می شود با بیماری، بعضا هم می شود با عموما قتل و کشتار و جنگ و جنجال. یعنی عذاب هایی که پروردگار به خاطر گناه به مردم میفرستد انواعی دارد، یعنی گوناگون است. ببینید وقتی که قوم نوح اینقدر سرکشی کردن، آنها را الله غرق کرد با باران شدید و با طوفان. قوم موسی هم غرق شدن، قوم صالح، قوم لوط دیگر با سرنگون شدن یا گفتیم چپه شدن شهر و کوه ها بالایشان تماما نابود شد. با صیحه یک گروه بودن، با صدای بلند، با بانگ و با طوفان، هر قومی با یک عذاب. و حتی بنی اسرائیل یعنی با تبدیل شدن به میمون خوک جزایشان آمده بود. امروز هم جزاها بالای مردم می آید، امروز هم می آید، اما جزاها بعضا بیماری های زیاد است، بعضا می بینید ناآرامی است، بعضا سیطرت ظالمان بالای مسلمان ها هست. به خاطر چی الله میگوید وقت جماعه شهر دهات مردم زیاد به گناه دست زدن و بین آنها یگان نفر برآمده امر معروف نکرد، آنها را از راهشان باز نایستاند. حدیث در بخاری هم هست که حدیث در مسند امام احمد است، در روایت ابوبکر صدیق بود خطا نکنم، که عذاب کامل به همه می آید، عذاب کامل برای همه می آید. برای دور شدن عذاب های پروردگار باید اهل علم وقتی منکر را می بینند البته که مردم را آگاه سازند، علل خصوص گناه های کبیره را مثل قمار و که امروز خیلی در همه جا هست، مثل کردیت و پرسنت و زنا و اینها، باید مردم را آگاه سازند. الله میگه اعد الله لهم عذابا شدیدا، بجز این که در دنیا عذابشان دادیم، آنهایی که از فرموده های الله و پیامبر سرپیچ کردن، در قیامت هم برای آنها عذاب شدید، عذاب سخت را آماده کرده. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، پس شما ای صاحبان عقل، ای صاحبان عقلی که ایمان دارید، از الله بترسید. یعنی ای مؤمنی که صاحب عقل هستی، پس تفکر کن که وقتی تو گناه میکنی نترسیده اطرافیانت گناه میکند و پروایی ندارید، عیناً عذاب بالایتان در دنیا می آید. و ببینید الله میگه یا اولی الالباب الذین آمنوا، ای صاحب عقلان، آنهایی که صاحب عقل هستید. برای اون که اونی که بی عقل است او حتی شما چی گفته ایستاده درک نمیکند. الله صحبتش به اهل عقل است، به آنهایی که خواهر شهنازه رو من خارج میکنم 3 بار برآمدن در آمدن، آنهایی که از صاحب عقل هستند، آنها گپ شما رو میفهمند، آنها میفهمند که چی گفته ایستاده. و پروردگار چی میگه؟ ای مؤمنانی که صاحب عقل هستید، از الله بترسید که بالای شما همین گونه عذاب نآید. پس خواهران عزیز، وقتی یک نفر رو دیدید که عقل ندارد، که از گفته‌هایش از کرده‌هایش بی عقلیش معلوم است، با او صحبت نکنید.
و عرض عن الجاهلین، از انسانهای احمق باید روی گردان. به هر احمق نباید مؤمن برابر شود. الله در اینجا کی را صدا میکند؟ یعنی به کی ندا میکند؟ توجه صاحب عقلان، مؤمنان با عقل را به خود جلب میکند که شما هم از الله بترسید. قد انزل الله الیکم ذکرا، ما به شما ذکر فرستادیم، قرآن فرستادیم، دستور زندگی شما از قرآن. همه چیزی که برای حیاتتان، برای مرگتان، برای آخرتتان و حتی برای فرزندانتان و زندگی و خانوادهتان مهم است و شما را به سعادت میرساند در قرآن هست و این عمل کنید. ندیده نگیرید گفته های الله را. و چه خیلی گفتم قرآن برای فقط حفظ کردن و بالای مرده ها تلاوت کردن نیست. قرآن عمل کردن است با آیت های نکاح، با آیت های طلاق، با مسئله های مهر و میراث، با مسئله های مرگ و میری، با مسئله تربیه فرزند، با مناسبت با خویش و تبار و با عموما جماعت مسلمان ها. و در دوامش الله میگوید رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. یعنی ما برای شما ذکر قرآن فرستادیم و پیامبر را فرستادیم که برای شما آیات‌های مبینات کاملا روشن را تلاوت میکند. چرا این آیات ها را تلاوت میکند؟ برای بیرون کردن شما از جهل و نادانی و از کفر به ایمان و عمل صالح. نگاه کنید. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تا که پیامبر آنهایی که به الله ایمان دارند و عملهای صالح انجام میدهند از تاریکی های جهل و کفر بر روشنی علم و نور خارج کند. یعنی این قرآن آنهایی که اهل ایمان هستند و عمل میکنند، هم مؤمنند و عمل صالح میکنند، آنها را هدایت میکند. آنی که مؤمن نیست قرآن هدایتگری او نیست. آنی که عمل صالح انجام نمیدهد قرآن او را هدایت نمیکند. یعنی قرآن را میخوانی از آن هیچ چیز نمیگیرد، هیچ بهره نمیگیرد. گمان میکنید این همه کفار قرآن نمیخوانند. زیادیشون است که در این کتاب چی میگفته است گویان میخوانند اما هیچ چیز آنها را به تعجب نمی آورد، در کفرشون باقی میمونند. اما انسان هایی که مؤمن هستند چگونه که در سوره توبه بداره ایمانشون باز زیاد شدن میگیرد. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. و هر کسی که به الله ایمان دارد و عملهای صالح انجام میدهد داخل جنت میشود که زیر درختان آن نهرها جاری است، که این آیت زیاد در قرآن می آید. پس خواهران عزیز فقط ایمان کفایه نیست، باید عمل صالح هم داشته باشید. از خود پرسید که همین روزا چند عمل صالح میکنید؟ و جز فرض گردنتون که نماز میخوانید باز چند عمل صالح دیگر خالص به خاطر الله میکنید که الله انا برای اینها جنت وعده میدهد. قد احسن الله له رزقا، پروردگار برای آنها بهترین رزق را آماده کرده است و پاداششان میدهد. و آخرین آیت همین سوره الله میگوید الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله همان ذاتی هست که 7 طبقه آسمان ها را آفرید و از زمین هم عیناً همین گونه 7 طبقه آفرید. و امر پروردگار یعنی حکم پروردگار، آیت های پروردگار بین این آسمان ها و زمین نازل می شود، یعنی فرود می آید. آیت دلیل به این است که پروردگار در بالا است، در بالای عرشش است که میگوید امر من نازل می شود و پایان می فراید. بدون تا که شما بدانید که پروردگار به همه کار قادر است و علم پروردگار همه چیز را احاطه کرده است. و درباره 7 طبقه آسمان و 7 طبقه زمین خواهران عزیز آیت ها هم زیاد هستند، احادیث پیامبر هم زیاد است. طبقه های آسمان را پیامبر در وقت به معراج برآمدن به هر یک طبقهش دروازه خودش رو دارد، گشوده می شود و در هر طبقهش پیامبران بودند. چه خیلی که در حدیث معراج است با پیامبران صحبت می کنند و می گویند بین هر یک آسمان 500 ساله راه است. آره. و درباره طبقه های زمین حاضر می بینید که ما 7 سیاره داریم. همین خیلی نه؟
مریخ و زحل و با زبان ترکی و دیگر زبان ها زیاد به ایمن است. 7 سیاره داریم. 7 سیاره که آیا 7 طبقه زمین همین 7 سیاره هستن یا چیز دیگر است؟ درباره این بعضی علما میگن همون 7 سیاره که در سیستم آفتاب در اطراف آفتاب چرخ میزنند که هر یک خودشان مدار خود را دارن، همون مقصد 7 طبقه زمین میگن که الله میگوید. برای اون که بعضی علما در حقیقت کشف کردن که از این سیاره تا آن سیاره برای رفتن 500,000 سالینه راه است با همون کشتی کیهانی. یعنی مسافه را تخمینا میگویند 500,000 ساله راه هست که در حدیث عبدالله ابن عباس آمده است. بعضی علما میگن نه، زمین دیگر که این را الله خودش میداند. به هر حال مؤمن یقین باید بکند، ایمان بیاورد که 7 طبقه آسمان ها هست و 7 طبقه زمین است و پروردگاری که اینها را آفریده است برای زنده کردن مرده ها، برپا کردن قیامت و وقتی دعا میکنی اجابت کردن دعاهایی که برای تو عموما امکان ناپذیر است قادر است. و الله اینجا چی میگوید؟ من اینها را آفریدم تا که شما بدانید پروردگار به همه چیز قادر است. یعنی الله که این همه سیاره ها را آفرید، طبقه های آسمانی که بینشان 500,000 سالینه را هست آفرید، جنت و دوزخ را آفرید، به همه کار قادر است و به این یقین داشته باشی. مثلا در درس کودک ها هم همین چیز رو میگویم خواهران عزیز. وقتی تو میگویی که در بالای سر من مثلا پدر دارم که قدرتمند است، در یکان کرسی بالا هست، خیلی کودک قوی میشود. میخنه یعنی من تقوی دارم، من پدر دارم گویان. اما مؤمن الله دارد در پشتش. مؤمن الله دارد که الله او کارهای رو میکند و میسازد که یگان مخلوق به اون قادر نیست. پس مؤمن باید قوی باشد. قوی باشد با قوت پروردگارش که من بالای سرم پروردگاری را دارم که او به همه چیز قادر است. الله هم این را به شما میگوید که شما بدانید که پروردگار به همه کار قادر است و به همه چیز پروردگار علم پروردگار احاطه است. هر کاری که در خانه ات میکنی، طلاق داده ات، مناسبتی کرده ات، شیر داده ات، کودکت، هر چیزی که تو میکنی پروردگار با خبر است که تو چی خیل میکنی آن را. آیا طبق قانون الله پیامبرش میکنی یا اینکه طبق هوای خودت، هوس خودت، خواسته های خودت، عصبانیت خودت، خواسته های جامعهت، اولادت، عائلت و به خواسته های پروردگار تو اهمیت نمیدی؟ الله از این با خبر است و به همان دیده به تو در دنیا و در آخرت جزا میدهد. این بود خواهران عزیز پایان سوره طلاق. الحمدلله رب العالمین که به ما نصیب کرد که این سوره رو هم تمام کنیم. الله نصیب کرده باشد درس دیگر خیلی میخوام سوره حجرات رو گیریم، بعدن سوره لقمان رو. الله اگر نصیب کند صحت و سلامت باشیم. حالا باشه سوالتون باشد بفرمایید در همین موضوع فقط.